نه ولاتین سوریه کو زندان رژیم اسد راویانه و گشتنا ولات سوید دوزکه دادوری لدجی برپرسنا پلبلنتین رژیم اسد پیشکش دادگاه ستوکهولم یا ولات سوید کرنه بمبستا دادگاه کرنا برپرسن رژیم اسد لسر تاوانن کو لدجی ولاتین سیویل سوریه انجام دانه پیشکش کرنا دوزن دادوری جعالی ولاتین سوری و لدجی برپرسن رژیم اسد لسرانسری ولاتن اوروپا بلاف بویا بطایبتی لولات فرانسه و آلمانیا که دوی مهیده 3 کس بسر رژیم اسد و گرتنه و لیکولینا نگل وان دکن. پارزر سوریه انور البنی سروک ناوندا سوریه یا لیکولین یاسای اشکره کر که نه ولاتین سوریه لستوکهولم پایتخت ولات سوید دوزکه دادوری لدجی 25 افسر و برپرسن رژیم اسد پیشکش دادگاه ستوکهولم یا ناو دولتی کرنه. انور البنی دازانین که ناوند وان به هماهنگی لگل گروپ قیصر و ناوند سوریه یا آزادیان راگهاندن سرباری پشتوانیا ناوند اوروپی یا دستور و پارستنا مافی مروفان لگل ریخستنا بروانیه دبر مافی سیویلان یا سویدی لگل هجمارک جریخستن دنین مروفی دوزن دادوری لدجی برپرسن رژیم اسد پیشکش دادگاه سویدی کرنه بمبستا سزادانا تاوانبارن مافی مروفان. البنی سربار کر که ناوند مافی مروفان دمابوری ده کاریبون بریارا گرتنا ریوبر سیخوریا اسمانی یا رژیم اسد لیوا جمیل الحسن دریخه بتومتا کو امر انجام دانا کمکوژیان لدجی سیویلان لسوریه دایا. بریارا گرتن و سزادانا جمیل الحسن جالی دادگاه آلمانی و هاتیه درکتن. جالی خواه دادگاه فرنسی بریارا گرتن و سزادانا هر یک جمیل الحسن ریوبر سیخوریا اسمانی یا رژیم اسد لگل علی مملوک ریوبر اولهیا نتوی یا سوری لگل عبدالسلام محمود سروک شاخی لکولینا گشتی دی سیخوریا اسمانی یا بسر رژیم اسد و پیشکش کرنا دوزن دادوری لدجی برپرس و افسرن رژیم اسد دمانه ده یک جچالکین روژوه ولاتین سوریهین کو پنابر اوروپا بونه و هیویا وان اوه کو دما بیده بریارک ناف دولتی در حق گرتنا بشار الاسد سروک رژیم سوریه درکوه.